سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم شما می شود. عبدالله اشورف هستم. سلام. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز پنجشنبه 5 نوامبر. با سپری شدن 24 ساعت از پایان آوازدهی در انتخابات پرزیدنتی آمریکا هنوز نتیجه ها را اعلان نکردند. شانس پیروزی جو بایدن نامزد حزب دموکرات بیشتر گفته می شود. خطی برق، آب و راه نداریم. ساکنان دهه نوبنیاد در فرخار که حتی نام ندارد از شرایط طاقت فرسای زندگی شکایت دارند. دین روز یک کودک ماشین زد مرد. کی جواب داده میتونه؟ رئیس حکومت 10 بار زیاد شکایت رفته. نخستین سبقت پس از محدودیت‌های پاندمی. کامرانشاه استوپریان جداکاری تاجیک در قهرمانی جهان دایر به سامبو در سربیا شرکت می‌ورزد. من در وزن 90 کیلوگرم در این مسابقه خوب آزمایی میکنم در چمپیونات جهان. در ایالات متحده آمریکا حساب آوازها در انتخابات پرزیدنتی روز دوم است که ادامه دارد. نامزد دموکرات‌ها جو بایدن صبح 5 نوامبر نظر بر رقیب جمهوری خواهش پرزیدنت دونالد ترامپ در 4 ایالات کلیدی آریزونا، جورجیا، پنسیلوانیا و نوادا پیش‌صف است. او 253 آوازی هیئت‌های انتخاباتی را به دست آورده است، در حالی که شماره رأی‌های کسب کرده ترامپ به 214 می‌رسد. بنابر پیشبینی رسانه‌ها در صورت پیروزی در نوادا و آریزونا شمار آوازهای بایدن به 270 می‌رسد که برای پرزیدنت شدن کافی است. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر. مقامات به تنفس در فیلادلفیا، دیترویت و کینوشا رأی شمردند. با آنکه شمارش طاقت فرسای آرای انتخابات پرزیدنتی بر روز دوم کشید، تخمین‌ها زیادند جو بایدن به کرسی رئیس جمهوری آمریکا نزدیکتر می شود. واضح است که ما در ایالت‌های کافی پیروز شدیم و 270 رأی حوزه‌های انتخاباتی را می‌گیریم. جو بایدن روز چهارشنبه چنین گفت و از طرفدارانش خواست صبور باشند. من اینجا نآمدم که بگویم پیروز شدم، ولی میخواهم گزارش دهم که هر وقت شمارش آرا تمام شد ما پیروز خواهیم بود. حالا باید همه آوازها حساب شود. هیچ کسی دموکراتی ما را از ما گرفتن نمیتواند، نه حالا و نه هیچگاه. رسانه‌ها گفتند مردم در ایالت‌های میشیگان و ویسکونسین بیشتر به بایدن رای دادند، اما ستاد انتخاباتی ترامپ به دادگاه شکایت کرد که شمارش را قطع کنند و آوازها را از نو بشمارند. ترامپ در توییتر ادعای زیاده کرد و نوشت آرای تقلبی اضافه کردند و یا رای مردم دستکاری شده است. صبح روز چهارشنبه که میلیون‌ها رای ناشمرده بود، ترامپ ادعا کرد که پیروز آمده است. این فریب جامعه امریکا است. برای کشور ما خجالت آور است. ما آماده پیروزی در این انتخابات هستیم. واقعا ما انتخابات را بردیم. تا شام چهارشنبه رئیس جمهور در ایالت‌های کارولینای شمالی و جورجیا اندکی پیش‌صفی داشت، هرچند رای زیاده در اتلانتا که ایالت رو به دموکرات هاست ناشمرده بود. در ایالت پنسیلوانیا که از مهمترین ایالت‌ها برای پیروزی است، دونالد ترامپ پیش‌صف می باشد. تام والف گوبرناتور دموکرات ایالت گفت آرای زیاده هنوز ناشمرده است. ترامپ روز چهارشنبه گفت که برای قطع شمارش آرا در اینجا به دادگاه شکایت برده است، ولی اگر بایدن در آریزونا و نوادا پیش‌صفی را نگه دارد، به پیروزی در پنسیلوانیا هم به کاخ سفید می رود. ساکنان یک محله تازه بنیاد در ناحیه فرخار جنوب تاجیکستان از نبود خطی برق، آب و راه شکایت دارند. باشندگان این محله میگویند جایی که آنها خانه بنیاد کردند حتی نام ندارد، هرچند در این موضع 9 سال باز زندگی میکنند. مقامات میگویند از مشکلات ساکنان خبر دارند و حد امکان تلاش دارند آن را حل نمایند. محمود جان رحمتزاده از این دهه بینامی فرخار گزارش میدهد. در این میدان وسیع 10 سال پیش حکومت فرخار به مردم زمین خانه سازی داد. ساکنان با گرفتن زمین خانه بنیاد کردند، ولی 9 سال است به شبکه آبرسانی، راهی هموار و قوه برق زندگی میکنند. فرزند شیرین امامزاده 7 کیلومتر راه را طی کرده به مکتب می رود. دین روز یک کودک ماشین زد مرد. کی جواب داده میتونه؟ رئیس حکومت 10 بار زیاد شکایت رفته. چاره مونه نمیبینه.
10 نفر اینجا خانه ساخته‌اند. از آن محل درست شده است ولی نامی ندارد. خیلی فهمیدگی نیستیم که در کجا خیلی نام داره نداره. ما تمام نمیدونیم نام ایجاره که چی نام داره اینجا. چند سال شد زندگی میکنی؟ خیلی 2011 این اکم ما را همین زمین را دادن. خیلی من خودم که 2013 دومدم. نبود شرایط زیست بعضی ساکنان را از این محل فراری کرده است. برخی دیگر ته کرسی خانه هایشان را بنیاد کرده‌اند ولی انتظاری آب و برق و بازسازی راه هستند. مشکلات دهه قناعت عبدالرحمنوف معیوب را که از یک پای محروم است به خانه اش نمی کشد. من 2011 شید همینجا خانه کردگیم. ای خانه کردگیم شایمونم به خدا. باور کن اگر از 2011 من هر ماه همین رئیس نویده با مدرم رئیس جماعت 10 مرتبه 2-3 مرتبه پرکاتور رفتگیم. یکم چوره نشیده. با تخمین 40 خوجگی است. نه که سوید نیست او نیست شرایط قین است. آدمو نمیآیند. میآیند نیم کلا بیتونشان میریزد میرود نگاه کرده ایستادند. مقامات ناحیه فرخار گفتند که آنها تلاش میکنند که دهات آباد شود. یک بار همین مسئله حل کردن امری محال است. اینا ما گویم که پگاه این مسئله حل میشود نه زینه بازی. عین دهه مذکور صدها روستای نوساخت در دیگر گوشه و کنار تاجیکستان هست و تا رفت زیادتر می شود. شکایت ساکنان هم در حالی است که سالهای 2019 و 2020 را حکومت تاجیکستان سال رشد دهات اعلان کرده است. ساکنان میگویند در گمان است با احوالی که دارند دههشان به رشد برسد، چونکه چندین بار است حکومت وعده حل مشکلشان را داده و فراموش کرده است. شرکت‌های هواپیمایی روسیه برای دریافت اجازه پروازهای چارتری از تاجیکستان به روسیه درخواست دادند. سفارت روسیه در دوشنبه روز 5 نوامبر اطلاع داد که شرکت یوتیر برای 2 پرواز چارتری در یک هفته به مقامات تاجیکستان مراجعت کرده است. شرکت می‌خواهد یک پرواز از دوشنبه به مسکو و یکی را از شهر خوجند به سورگوت انجام دهد. با گفته سفارت، شرکت اورالسکی آویالینی نیز نیت دارد برای اجازه پرواز چارتری به مقامات تاجیکستان مراجعت کند. در صورت اجازه، به تاکید سفارت، تنها شهروندان روسیه می توانند به این هواپیماها راه یابند. شهروندان خارجی از جمله از تاجیکستان به این پروازها راه داده نمی شوند. پروازهای منتظم میان تاجیکستان و روسیه از 20 مارس امسال قطع شدند. در تاجیکستان هزاران دانشجویی که به دلیل پاندمی کرونا ویروس به خارج به تحصیل نرفتند در تحصیل آنلاینی عذاب میکشند. آنها میگویند مشکل اساسیشان سرعت پست اینترنت است. برای بعضی دیگر قطع نیروی برق که گاه آنها را هنگام درس از معلم و شاگردان جدا میکند مشکل می باشد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکارم علیشیر ظریفی. جوانان تاجیکی برای تحصیل در دانشگاه‌های کشورهای خارجه داخل شدند ولی با خروج کرونا ویروس نتوانستند به درس‌ها حاضر شوند. از شرایط درس‌های فاصلوی اظهار نگرانی دارند. سرعت پست اینترنت، نرخ گرانی آن از مشکلی‌هایی که نجیب الله عبداللهیف ساکن 24 ساله شهر دوشنبه را به تشویش گذاشته است. شخصاً برای دولت‌های تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان این یکمین درجه این نرخ اینترنت هست و سست بودن سرعت اینترنت. دوم مشکل دیگر برای ما نبودن درس‌های تجربوی است. از همین سبب برای ما آنلاین درس خواندن خیلی مشکل است. روز 3 نوامبر نجیب الله همراه با یک گروه دانشجویان کشورهای دیگر نشستی آنلاینی برگزار کردند و گفتند هدفشان جلب توجه مقامات به مشکلشان است. 30% آن درس‌های است که دکتر باید آموزد. اصلا برای دکتر شدن درس‌های فاصلوی خواندن این غیر امکان است و خیلی هم مشکل است. اگر نجیب الله را سرعت و نرخ اینترنت نگران کرده باشد، بهرام جان کوچکروف ساکن ناحیه اشتی دانشجوی یکی از دانشگاه‌های روسیه است
аз қатъи нерӯи барқ дар ҷараёни дарсҳои фосилавӣ шикоят дорад. бо гузашти 2 моҳ аз соли нави хониш масъалаи сафари донишҷӯёни тоҷики донишгоҳҳои хориҷа ҳанӯз ниҳоӣ нашудааст. намояндагони вазорати маориф ва илми тоҷикистон мегӯянд барои қабули донишҷӯён аз кишварҳои хориҷа бо ҳамтоёни худ музокира доранд, вале масъала то ҳол пурра ҳал нашудааст. ба иттилои вазорати маориф шумораи донишҷӯёни тоҷик дар 30 кишвар беш аз 34 000-ро ташкил медиҳад ва 26 000-и онҳо донишгоҳҳои русияро интихоб кардаанд. беш аз ним сол мешавад бо далели пешгирӣ аз сирояти коронавирус парвозҳои маъмулӣ байни тоҷикистон ва дигар кишварҳо қатъ шудааст. Комроншоҳи Устопириён, паҳлавони номдори тоҷик, қарор аст дар мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон оид ба самбо ҳамроҳи хушқадам Хусравов Акмалиддин Каримов ширкат варзад. мусобиқаи қаҳрамонии самбои ҷаҳон рӯзҳои 5-9 ноябр дар шаҳри Нови Сади, Сербия баргузор мешавад. бинобар пандемияи коронавирус бисёре аз сабқатҳо дар ҷаҳон қатъ шуданд ва ин яке аз нахустин муҳорибаҳост ки варзишгарони тоҷик дар он ширкат мебарзанд. Фарзон Муҳаммадӣ мавзӯъро идома медиҳад. من در وزن 90 کیلوگرم در این مسابقه قوزمایی میکنم. در چمپیونات جهان داوطلبان زیاده از 35-40 نفر هستیم. پهلوان تاجیک در این مسابقه های جهانی سالهای قبل نیز شرکت ورزیده ولی مدال طلا به دست نآورده بود. حالا میگوید با کوشش جدی و تمرین پیوسته به این مسابقه آمادگی گرفته است و هوادارانش را ناامید نخواهد کرد. سال 1975 شادروان استاد سیمون رحیموف اولین چمپیون جهان بود در سامبو در جمهوری تاجیکستان و سال 2017 بهروز خواجه‌زاده شد. بعد از 42 سال 2018 خسرو خوشقدم شد و من میخواستم که در پیروی استاد سیمون رحیموف پرچم برداری ملت خود باشم. یادآور میشویم که پهلوان نامدار تاجیک کامرانشاه استاپریان 2 بار در مسابقات قهرمانی جودوی آسیا در تاشکند ازبکستان و هنگ کنگ چین در وزن زیر 90 کیلوگرم با مدال‌های طلا سرفراز شده است. ضمناً او در تاریخ جودوی تاجیک نخستین و یگانه ورزشگر است که به عنوان قهرمانی آسیا دست یافته است. این پهلوان معروف تاجیک میگوید تلاش دارد به بازی‌های تابستانی المپیک در توکیو ژاپن راه خط بگیرد. فعلا کامرانشاه هم در فهرست جهانی و هم در فهرست المپیک در مقام 25م قرار دارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. در عهد پاندمیا که بسیاری‌ها در خانه بند ماندند، ورزش حالا به یکی از مهمترین جزئی زندگی تبدیل شده است. بعضی‌ها را از فربهی و دیگران را از افسردگی ایمن نگاه می‌دارد. همکار ما در دوشنبه افسانه اکابرشویه در خیابان‌های شهر دوشنبه از ساکنان پرسید که حالا بیشتر چه چیزی به فکر آنها به سلامتیشان بیشتر ضرر می‌رساند. بس سلامتی من زندگی وزمی شود ضرر می‌رسونه. همین کیسه خالی شد کو با یا سرم درد منه یا یگان جای دیگه هم. اگر چیزی بپل بخورم کو یگان چه ضررم نمیده بپل باشه. فهمیدی؟ هیچ چیز ضرر نمیرسونه. یگان چیز ضرر نمیرسونه. همین باید هوای ساعت باشه، وقتی خیلی تن سیاد باشه بس. صد شکر یگان وای ندارم، شکایت ندارم از سلامتیمو. خیلی با فکر شخصی من که غذایی که برای غدود زیر میده، چیزهای بریان، چیزهای سخت، خمیری خوردن در کار نیست که چون که هر یک شخصیت همین چیزها ضررآور است. اساساً کمبودی زندگی، بیکاری. همین کار که نباشه، اگجومش از سلامتی و اگجومش از زندگی. این нервную систему میزنه، این چیه؟ У здоровью, наверное, больше вредит сидячий образ жизни, сидячая работа и малоподвижность, наверное. از جهت روحانی با سلامتی ضرر میرسونه. بیننده ارجمند 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به انجام میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید. اخبار و گزارش‌های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. فردا صبحی بر وقت سروناز روح‌الله شما را با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازد. تا آن دم خدا نگهداری هر یک شما.